عرض میکنم که حمله بر حضوری تعریف کردن نباشه. اصلا این آقای شجریان توی این مملکت یه آسی شده است از نظر موسیقی که حتی زبون اونهایی که میخوان موسیقی را پس بزنن و کوچیکش بکنن زبان اونها را هم کل کرده و به هر طریق که موسیقی رو بخوان بی حالت هم اجرا بشه دهن این مرد که باز میشه بهش رنگ و رونق میده و خداوندش انشالله در درجه اول سلامتی بدهد و در درجه دومم خداوند به این مردم بیشتر از اینها شعور موسیقی بدهد که این گنجینه گرانبها را که داریم این آقای شجریان را بشناسند و باعث دلسردی و پژمردگیش نشن مثل ماها. برای اینکه ما در دوره طاغوت که کنار گذاشته بودیم و بایستی اون جنگولک بازیا باشه و حتی یک مرتبه تصویر نازیبای بنده از تلویزیون دیده نشد، حالا هم که حتما به دست فراموشی سپرده شده ایم و تا کی باید در فراموشی باشیم. ولی خب برای خودمون که هستیم آقا عرض میکنم که اگر نمیتوانیم استفاده‌ای به دیگران بدهیم اما برای خودمون که میتوانیم شمع بزم خودمون باشیم و بسوزیم و بسوزیم. خجالتاً پهلوان زنده را عشق است. ما در ایران فعلیمون یک آقای شجریان داریم در صدا، صفات و اخلاق و همه چی که در حد اعلا هست، هنرهای مختلف، خط نستعلیق و شکسته و خطهای معمولی که هست همه رو در نهایت خوبی و استادی و بسیار خلیق مهربان یکی از قراء بی‌نظیر ایران است آقای شجریان. در قرائت قرآن نظیر ندارد. علم موسیقیش واقعا زحمت کشیده است، هنوز طلبه است در این راه، هنوز کسب معلومات میکنه. مجنون رخ لیلا چون قیس بنی عامر فراد لب شیر